هم یه سری از مهمترین نکات قبل از ورود به اتاق عمل رو مرور کنیم. اولین و مهمترین نکته قبل از ورود به اتاق عمل رفتن به حموم و رعایت نکات بهداشتیه. این باعث میشه که هم خودتون آرامش خاطر بهتری داشته باشین، هم ما بتونیم راحت تر کار کنیم، چون شما بعد از عمل 1 الی 2 روز نمیتونین حموم برین و این برای خودتون هم بهتر. نکته دوم، قبل از ورود به اتاق عمل باید ناخناتون رو ریموو کنید یا حدالامکان از هر دستتون یه ناخن رو ریموو کنید. این باعث میشه که حین بیهوشی دستگاه پالس اکسیمتر بتونه که سطح اکسیژن شما رو به درستی اندازه‌گیری کنه. نکته سوم، قبل از ورود به اتاق عمل وقتی لباس اتاق عمل رو پوشیدین، موهاتون رو داخل اون کلاه یا ببافین یا با کشک ببندین که موهاتون بیرون نباشه. این که میاین با موهای باز اصلا قشنگ نیست، چون موهاتون کثیف میشه، احتمالی که بتادین یا خون و یا هر آلودگی دیگه بهشون بخوره هست. نکته چهارم، قبل از ورود به اتاق عمل آرایش نداشته باشین. کرم پود و رژ لب شما باعث میشه کار بچهای بیهوشی سخت شه، چون کرم پود شما باعث میشه وقتی بچه‌ها لوله رو فیکس میکنن نذاره که این چسب درست بخوابه و رژ لب شما باعث میشه که رنگ دقیق لب شما برای چک اکسیژنتون دقیقاً مشخص نشه. و نکته آخر این که داروهایی که مصرف میکنید رو با پزشکتون چک کنید. یک سری داروها منع مصرف قبل عمل داره، مثل آسپرین، وارفارین، قرص‌های هورمونی LD و قرص‌های مثل راکوتان و حالا بسته به عملتون قرص‌های مختلف دیگه. و اتفاقاً بعضی قرص‌ها خوردنش واجبه، مثلا اگر تیروئید، دیابت و فشار خون دارید باید قرصاتون رو روز عمل بخورین. حالا بگید ببینم بچهای درمان یا مریضایی که تجربه عمل داشتن چه نکته‌های مهم دیگه باید قبل از عمل رعایت کنند؟ برام کامنت کنید.